یکی از اجزای مهم فرآیندهای تامین هوا یا گاز فشرده برای ماشین‌آلات، دستگاه‌های تهویه و تبرید و سایر تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و تولید برق کمپرسورها هستند. کمپرسور یک دستگاه مکانیکی است که برای فشردن هوا یا گازهای دیگر استفاده می‌شود و هدف اصلی آن افزایش فشار و کاهش حجم گاز با استفاده از نیروی مکانیکی است. یکی از رایج‌ترین انواع کمپرسور کمپرسورهای اسکرو هستند که با فشردن هوای ورودی بین اسکروهای خود باعث کاهش حجم و افزایش فشار گاز می‌شوند. از جمله مشکلات شایع در تمامی کمپرسورها از جمله کمپرسورهای اسکرو پدیده کاپر پلیتینگ یا نشت مس یا به اصطلاح مس‌اندود شدن قسمت‌هایی از کمپرسور است. در این حالت وجود هوا، رطوبت و یا دمای بالای دیسچارج باعث اسیدی شدن سیستم و ایجاد اسید هیدروفلوریک و اسید هیدروکلوریک می شود. این اسید ایجاد شده منجر به خورده شدن مس و نشست آن بر روی نواحی مختلف کمپرسور می شود. در کمپرسورهای اسکرو که دارای فضای لقی بسیار کمی هستند، پدیده کاپر پلیتینگ باعث کاهش این فضا شده و با نشست در بلبورینگ ها و رول بورینگ ها مانند یک سنباده باعث ایجاد خورندگی در سیستم خواهد شد. از متدهای تمیز کردن کاپر پلیتینگ از روی اجزای کمپرسور استفاده از دستگاه های آلتراسونیک کلینر است. این فرایند شامل غوطه‌ور کردن اجزای کمپرسور در محلول های تمیز کننده و قرار دادن آن در معرض ارتعاشات آلتراسونیک و استفاده از حباب‌های ایجاد شده در پدیده کویتیشن است. انرژی حاصل از انفجار این حباب‌ها توانایی پاکسازی کثیفی، گریس، روغن و سایر آلاینده‌ها از جمله کاپر پلیتینگ را دارد. تجربه 26 ساله شرکت فراسود صنعت در طراحی و ساخت ماشین‌آلات آلتراسونیک و محلول‌های دوستدار محیط زیست به شما کمک می‌کند تا با حداکثر صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها به نتیجه فوق‌العاده‌ای دست پیدا کنید.